درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که منو نگاه میکنید. قشنگ من رضا فرشته هستم، فرزند ابراهیم، و اینکه ممنون میشم منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و کامنت انگلیسی بذارید در جهت رشد چنل بنده. خیلی خوشحال و ممنون میشم از حضورتون و اینکه زانگوله هم بزنید که متوجه بشید من کی میذارم براتون ویدیوهای جدید. تا دیداری دیگر و خداحافظ. فدات بشم. شما تازه مواد مخدر رو ترک کردی؟ نه تازه استفاده کردم. تازه استفاده میکنی؟ ای شیطون. فامیل ما 8 میلیون داشت، الان 260 میلیون. تو گو خوردی. تو کل خاندانت 6 میلیون نمیارزه. فامیلمون 8 میلیون داشت، الان 260 میلیون داره. آخه آشغال کوچه‌تون جوب نداره. نشسته فامیلمون 8 میلیون داشت. نه من منم نیستی. من مادرتو زدم پارسال. رمز مامانت 85 گو خوردم داداش. گو خوردم. سلام سلام رضا فرشته. چطوری؟ خوب؟ ممنونم، متشکرم. با اجازه شما. ماشاءالله. وقت غذا خوردنته دیگه. دیگه چرا دیگه وقت دارن زنگوله رو میزنن. فیلمه؟ نه موزیکه. نه موزیک راست میگی، فیلم نیست. ایرانی؟ من نه، الان یونانم. کجا یونان؟ من سر آتنم الان. شما کجایی؟ آلمان. آلمانی. خب تو تو آلمانی چرا با میگی کجا یونانی؟ آقا یوتیوب. آقا خانم سلام. بشین رو تاپ بده، تاپ پوزیتو بکن. بشین. کجا داری میری؟ جانه. سلام، خوبی؟ داری در میارین؟ شما هم داری درس حفظ میکنی؟ ببین اگه صفحه 46 امتحان میاد. برقم اسمت چی عزیزم؟ سارینا؟ آره. بازم از اینا. میگم سارینا جان، عرضم به حضور شما کجا هستین؟ جان چرا دستشو اینجوری میگه؟ عرضم به حضور شما که شما چند سالتونه؟ نه این چیزه، نه این دستم پفک خوردم دارم. من 16 سالمه. 12. خیلی خوب. میگم که سارینا جان تهران هستین؟ نه کجایی عزیزم؟ شیرازم عزیزم. شهر شراب، شهر شعر و عاشقی. فدات بشم. میگم که سارینا جان یه چیزی بگو که 16 نفر 19 نفر رو دیدن، اون 19 نفر 16 نفر رو دیدن. بگو. 10 نفر 19 نفر در اون 19 نفر 16 نفر دیدن. درست شد. چیز شدی فکر کردم سرطان فکته. خب سارینا جان رفیقت کجا رفت؟ داره حفظ میکنه؟ عرضم بوز سارینا جان میشه اینو بذاری داخل این حساب؟ با من میتونم میکنم تو دهنم حتی. کدومو میگید؟ دوست دارم عشقم. سارینا جان من شیرازم میام. اگه حتما اگه لطف بکنی شماره‌تو بهم بدی، محفوظ میشه، خودم میمونه. یه موقع اومدم دوست داشتم بچه‌هایی که منو میشناسن رو ببینم، بهتون یه پیام بدم. میام ادبینم بهتون پیام بگیرم؟ بگو عزیزم. شماره اونو میخوای بدی؟ ازت فیلم بگیرم؟ میگه میشه ازت فیلم بگیرم؟ آره عزیزم. چرا نمیشه؟ من مثل شما تنگ نیست. وایستا بگیر. گرفتی؟ آره عزیزم. قربونت برم. خب شماره جفتتون رو بذارید. جدی شماره میخوام؟ آره عزیزم دیگه، شوخی دارم. فدات شم. با این که پشم و پیل نشستم جلو تو، با این سن و سال 1.90 قدمه عضله، بعد نشستم جلو تو شماره نگیرم. ببین من داخل اینستا دیدم. خب یه خورده یعنی چی دوست بگم؟ آره این اینجوری میکنه من میریزم. خب چیزی میدونی به همه دخترها اهمیت میدی دیگه. آره خب ایرانی بیشرفه اگه به زن ایرانی اهمیت نده. من پدر بزرگم به من وقتی کوچک بودم، بچه بودم، من یه روز کشید کنار، گفتش که ببین زن ایرانی یعنی ناموس هر ایران. هر ایرانی وقتی یک ایرانی رو میبینه خانومو باید بگه که سلام حالتون چطوره، احترام بذاره. چون جنس زن شکننده و حساسه. این ریسپکت عزیزم، نه حول بازی و اینجور کارا. سارینا جان این شماره‌تون رو برام من میشه لطف کنید بذارید که ایونت میخوام بذارم، دعوت میکنم. مرسی عزیزم. خیلی خوب پس یه بوس به من بده که من برم. هست یه بوس اینجوری در حد شهروندی. مرسی خیلی ممنون. در حد شهرداری. مرسی. اتاق عمله؟ نه داداش. تو شبیه عملیایی پس. چطوری عزیزم؟ خوبی؟ چه خبر؟ مادر فیلم اینو نذار، بذار خودش حرف بزن. یادی واقعیه. الان این دوست شماست؟ کیه ایش؟ روایت. چطوری بیبی؟ حالت چطوره عزیزم؟ بنده میخواستم همینجا جلوی همین خانوم از شما خواستگاری بکنم. حلقه نه عزیزم دارم خواستگاری میکنم از خانوم. داریم حرف میزنیم. عشقم اسم شما چیه؟ چیکار میکنی؟ خفه شو تو دیگه.
گوجه سبز. خب بگو عزیزم شما چند سالتونه قربونتون برم؟ تو رو میخوام بکنم. فعال سیاسی عزیزم شما؟ نه خبرنگارین؟ نه دو لنگ کن نه لنگ نیستی؟ نه بگو جون مامانم لنگ نیستم. اینجا اولا نمیشه اینا خب نه، گفت. بگو. بابا من تو پخش. بگو قسم میخورم که مشکل جنسی و رابطه زناشویی ندارم. بگو. خب چون جنسی نداری. خب پسکش بگو هم دیگه از اول دیگه. عزیز دلم. خبر رضا؟ قربونت. عشق منی. بابا برو بیرون با مش بزنن دندونای الکیت بریزه. خیلی دندونت زیاده تو. بزنن. قربونت. تو گاز بگیر پس. کسی نداره تو رو بزنه. تو بیا اینو اونو گاز بگیر. دندونات بریزه. چه بهشتیه اونجا. چه پرنده های خوشگلی. عزیز دلم. چیزه چیه؟ عزیزم 1.90 قدمه. عضله‌ای من. شما مادرشون هستی؟ آره؟ این مادرمه. این مادر. خیلی میگم خیلی این دخترتون چشش زیباست. از کجایی هستین شما؟ چشم این زیباست. نه اون که مامانت خودتو میگم. عزیز دلم. نه مامانت نی. شما اسمت چیه وسط نشستی؟ من فرهناز. فرهناز. به فرهزاد. فرهناز جان اهل کجایی؟ هرمزگان شهرستان پارسیان. جدید الاحداثه؟ آره مگه نمیدونی؟ نه چند سال شهرستان درست شده؟ خیلی وقت نیومدی. تو الان کجایی هستی؟ من تو قلبتم. من ببین مخلص تو هم. دوست دارم بریم با هم دیگه تو آفتاب این نور خورشید به چشای تو بتابه. من فقط نگات کنم. نه به خدا خیلی خوشگلی. مادر به ببین شبیه چیزی اینایی که دهه 60 اعدام شدن. اسمت چیه؟ عزیز دلم داری اعدام میشی. من بچه سال 67 یه روز خوب. چند سال باب مارلی گوش میکنی گل میکشی؟ یه خود از خود بگو. والا راستشو بخوام واسه بگم آقا رضا من وقتی به دنیا اومدم دستم بنده خودم به شما معرفی کرده بودم ارباب. خیر آخه مادر تو از کجا فهمیدی من کیم؟ چرا ما بهش حسابت مادر خب تو واسه چی میگی؟ اگه نمیشناسی واسه چی میگی آقا رضا؟ آخه خب دیگه گل مادر ایران میزنه گل نکش داری یه چیزایی میفهمی که نباید بفهمی. الان اسم منو فهمیدی فردا میفهمی اموات مامانتو کردن. نباید آدم مطالب زیاد متوجه بشه. سلام حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ ویدیو یوتیوب که میگیری تو رو میگیرم. تو رو ببین تو رو میخوام بگیرم ازدواج کنی. بگیرم تو رو خدا. حلقه میخری؟ آره عزیزم اسمتو تتو میکنم روی سینه. بهزاد زیران منم حالا دکمهاتو عشقم ترکی؟ باشه بیا بابا. ترکی؟ کجایی؟ مشهد. شماره تو بذار داره قطع میشه. چرا؟ نمیدونم 1 ساعت بعد صدامو میشه. عزیزم شماره تو بده دورت بگم. خواهش میکنم داره قطع میشه. عزیز خوب چیزی هستی. من دیگه کارم اینه میفهمم. چقدر دلبری تو. میخوام برات لبندی کنم. عزیزم بکن برام لبند. تو اصلا ببین تو لبند خدا دادی. بیا نه جدی سوال اینا کیفیت دوربینت اوکی و میکروفون اینا که فقط بیایم این بوست بدی؟ من گوزم بخوای میدم یه مد نظر. نه ممنون. خواهش میکنم بگیر به دندون. جمعه عددتمون آیدی اینستا رو بگیر دیگه عشقم نکن میخوام چی میخواد؟ تو رو میخوام. اینجا به 4 تا دواوی نیاز بود به جذابیت. آره من مامی سرد و خشنم. مامی من شیر میخوام. مامی چی میخواد؟ شیر میخوام من. بذار من شیر بخورم. بزن شیرت پاکتیه. ازم پاکتی چیه؟ یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی من خبری نیست؟ نه من
بدون من میخوای با من ارتباط بگیری؟ یعنی من نمیدی من بخورم؟ من نمیخوام با تو ارتباط بگیرم که مشتی. ملوان کشتی من نمیخوام، این همه میخوام. اوه عزیزم چقدر چقدر عصبی شدی. حشری میشم، سریع عصبی و حشری میشم، قاطی میشه. دکمات فعلا ببند بابا بعد جوابتو کاره میدم. که تو ترسی میگی من مسئلیم. مامی سینام کنده شده نمیتونم ببندم. آخه رشد داشتی؟ آره عزیزم، هم رشد ریشه ای داشتم هم رشد بده شمارت عشقم. بابا ببند دکمه بابا بده دیگه بابا این چه مشکلی داره؟ یه قرار سرت تو بذاری روش. من نمیخوام سرم بزنم پسونای تو. پستون چی ازم؟ سینه سینه مرجه، شیر آریایی، پسمه. آرش کمانگره اما عزیزم میخوای صورتتو جراحی کنی؟ آقا رضا فرشته قرمتو بچه ها تو حیات زندانه؟ کجای اونجا؟ پشت بومیم پشت بوم؟ بچه رو دیوار پشته؟ اینا پشت بوم بنازم بشین هرچی زده بودی پرید، بشین بابا بشین. به به اسماعیل دودزه حالت چطوره عزیزم؟ خیلی مخلصی فدات بشم. ببینم امیرو چطوری عزیزم؟ خوبی؟ این پرورشگاهی گیاهی تو حرف میزنید؟ چیه این؟ دوست دارم عزیز منی آسمونا دنبالت بودیم فدات بشم. من عزیزم تو شورت بابات هم میشه. حمایت دوست ندارم ولی قربون خدایی من. ازت حمایت من میکنم. ممنونم. منم صورت دوست ندارم ولی به عنوان فن قبولت دارم. بله. همیشه هم لایک میکنم که عزیز یه پولی من. بیاد داره تو جیبت. با لایک نمیره، ساب کن مادر. با سابسکرایب میره، با سابسکرایب. بیا تو یوتیوب گرایبت هم عزیزم. دارم، مرسی تبلیغاتت هم تا ته میبینم. احسنتم واقعا من اگر 10 تا نیروی مادر شما داشته باشم پولدار میشم. خوبی داداش؟ چه بامزه ای من یکی از تو. طرفداراتم. قربونم کجایی تو؟ لایجانی؟ نه کرجم داداش. بچه رو نوشته لایجان پشه. لایجان نیست آذربایجانه. آذربایجان. خب من کرج نیستی چرا نمیشه آذربایجان؟ خب جایی که کار میکنم چیز آذربایجانه. یعنی الان کشور آذربایجانی؟ الان یارو تو کرج نوشته آذربایجان؟ آره. برو تو یارو بالا ببینم چرا نمیشه. برو تو. وایسا ببرم پیشش. داداش فقط جان مادر چیزی بهش نه آقا تو نوکرت هم هستم. ردیفه بده باشید گپی بزنم. داش بیا صاحب مغازه میاد. عرض ادب و احترام خدمت صاحب مغازه. آقا بنده میخواستم که اگر شما دستور بدید کل کوچه رو یه تک بزنیم بناب آذربایجان این ورم همچنین. گفتم از شما کسب تکلیف بکنیم ارباب. شما اگه اجازه ارباب خود شمایی. من خواهد نوکرم کوچولو شما. خیلی مخلصم. این بچه هم خیلی پسر گلیه. این بند خدا رو خیلی پسر گلیه. هواشو داشته باشید دیگه. ماشاءالله با اجازه آقا. خدا نگهدار ارباب. خدا بابا یارو خیلی گنده است. برو بیرون ما میزنه نصفمون میکنی یارو. من گفتم که نرم پیشش. نرو پیش این بابا. برو فرار کن. خل برو کیس پناهندگی بگیر. این هر شب با چاقو میکنتت معلومه. یا سلام فرشته. ابوالفضل فامیلی چیه زیاد کردی؟ این زیاد میکنه. نه فامیلی چیه؟ زیادی. ماهواره میفروشی نه؟ ای عزیز. کانال کارتی هم داری عشقم؟ نه کارم دیویاره. دوربین مدرسو دیویاره. دیویا فیلم سوپر درست میکنید پس. سلام منم سلام قربونت بگردم. حجاب نوک سینه نبینم زیر لباس معلوم باشه. حجاب کامل. چطوری عشقم؟ قربونت برم. بچه‌ها پاهاتونو بیارید بیرون. حجابا کامل. ولی چطورید خوبی؟ قربونتون برم. خیلی خوب بچه‌ها بغل هم دیگه وایسید. میخواید در عزیزم چه ضعیف زدی؟ حالاجه این چه وضعی عزیزم؟ این پیرمرد تکون میخور. قشنگ تکون بده عزیزم. بیرون آها داری میکنی دختر گلم. این چه طرزه اصلا معنی نیست. خب اب نداره. بیاید بچه ببینم کدومتون رو باید بزنم. بشینید. متل توتوله خفه شو. گاو حسن چه جوره؟ نه شیر داره تو پستونت بزرگ بود. شیر تو بردن هندستون. یک زن وسطیه رو میخوام. سلام. چرا عزیزم؟ خواهش میکنم متشکرم. اسم شریفتون چیه شما؟ اینو میخوای بذاری داخل یوتیوب؟
من اینو میخوام بذارم داخل سرم، میخوام مثل تاج بذارمش روی سرم، بگم این زیدی منه، ببرم بچرخونم تو دهمون بگم این زن منه، زید منه، ناموس. عشقم بلند شو شیک بزن من برم. پاشو دیگه. نه پاشو تو بلند، من تو رو میخوام، تو میخوام برام بزنی عزیزم. بلند شو بلند شو، میخوام برم جان. بذارید بدم من، بذارید بدم من، بذارید بدم من. با آقا ما برنامه مردمی دارم ضبط میکنم، فداتون بشم. یه نظرسنجی داریم جمع میکنیم راجع به رابطه زناشویی. من یوتیوبر هستم و این کار دارم. اجازه دارم با شما صحبت کنم؟ شما خیلی آقای خفنی هستی، معلومه که هستن. خواهش خفنم هستی عزیز منی. عرضم به حضورتون که یه سوالی ما از هم داریم میپرسیم آقایون، برامون اینجوری هستش که اگر شما تو رابطه زناشویی خودتون بر فرض خیانت از همسرتون ببینید، احساسی عمل میکنید یا به صورت قانونی ترجیح میدید عمل بکنید؟ مثلا شاهدین هستید که یک خیانتی بهتون شده باشه، من باشم مثلا عاقلانه رفتار میکنم، یعنی کاملا قانونی برخورد میکنید، منظورتون هستش یعنی هیچ احساسی ندارید. مثلا حتی اگه مثلا در خونتون رو باز بکنید ببینید بنده‌تون تو زنتون هستش هم همینطوره، یعنی نگاه عاقلانه به من دارید؟ اونجوری که یه جوری بهت رد اونجوری مادرم اونجوری مادرم درسته؟ نه متاسفانه چون گروپ دوست دارم جا خار مادر رو بزنم. بسیار عالی. پس احساسی هستید. خیلی ممنونم بابت اینکه با ما کانتریبیوشن داشتید. خیلی ممنونم. فدات شما، مشقی هستید. قربونت برم عشقم، سلامت باشین. یک این حرفا رو نداره دورم میکنیم. مشی هست یه رد کردن دیگه، حالا خار مادر چون خار مادر ما پاسکاریه دیگه. دوستت دارم. فوتبالی داریم بازی میکنیم. فدات شم. خداحافظ. مجسمه سازین؟ شت من یه سری قبلی تو باز فکر کنم چیز کردیم. نه من تا حالا شما ندیدم. شما خطاطین؟ خیر عزیزم. چه گویی داری میخوری کش بس؟ حالا اون به کنار، شما چیکار داری ما رو عزیزم؟ بگو چی با این موها داری، با چی و قلم چیکار میکنی؟ محبت؟ خیر محبت؟ چی پس؟ بیشتر تلاش کن. بیشتر تلاش کنم یه بچه هم برات درست میکنیم ما، یه برادری چیزی. آره قیافت که شبیه جنگیراست. عزیزم خب شما که هنرمندی انقدر محترمید، چرا نمیگید شغل شریفتون چی؟ من واقعا هنرمندا رو دوست دارم، رویشونم حساس، دوست دارم اینجوری حرف بزنم. شما به من نمیگی، من کردی. آخه من هنرمند نیستم، این واسه دل خودم دارم. خب چی کار دارید میکنید؟ بهم بگو. مجسمه سازی؟ الان آره. الان مجسمه سازی ها؟ مثلا ساعت 7 به بعد ساقی ها؟ شما چرا شورت پات نیست؟ شلوار چرا پات نیست؟ پام نزن، شلوار نیست ولی خب دیگه بالاخره. خب خونه تیمیه اونجا؟ عزیزم من به موردی داری تو. شما عینک چقدر بهتون عینک میاد؟ خیلی ممنون. خواهش میکنم. چقدر چال لپ زیبایی داری. خیلی ممنون. خواهش میکنم. چقدر لهجه‌تون شیرینه. ای جان ممنون. فدای شما شم. خواهش میکنم. دست خودتون درد کنم. کجایی هستین شما؟ تبریز. شما چی؟ تبریز یکی از زیباترین شهرهای ایران و بهترین پنیر ایران مال تبریزه. خواهش میکنم. خیلی ممنون. اتفاقا میخواستم اگر که اجازه بدید شمارتون رو داشته باشم، بعدا تلگرامی چیزی بهتون پیام بدم. بله واقعا میخواید؟ چرا که نه؟ درسته خیلی سریعه، درسته خیلی بی ربطه، همون نمیشناسیم، ولی میگیرم با هم سر وقت میشینیم هم دیگه رو میشناسیم. بانو تبریزی، کدبانو ایرانی. خیلی ممنون. به نام بانو عزیز زهرا جان. واقعا شماره گیری. خیلی ممنونم زهرا جان. خواهش میکنم. جان من یونان زندگی میکنم. خواهش میکنم. تو کار چند سالتونه؟ مجسمه کاری و منبت کاری و اینا هستم. دانشجو معماری هستم. چند سالتونه؟ خواهش میکنم. بنده 29 سالمه. شما چند سالتونه؟ من 16. خب ایشالله تا من بیام ایران شما 18 رو رسیدین و دیگه میتونیم با هم بیایم یونان. مشکلی نیست، من خودم میخوام برم از ایران. خب نه خب میارمتون همینجا. نه خیلی ممنون. من میام آلمان. آلمان چه؟ آلمانیا چیزن خیلی عصبی ان و خیلی سرد مزاجن و من کریسمس رفته بودم آلمان اصلا پشیمون شدم. باز اتریش بهتره اگه میخوای بری. جان سوال میپرسیم ازتون، اب نداره. آنا بفرمایید. الان نمیشه. شما تلگرام داری؟ چرا که نه؟
از بهتون تلگرام مسیج بدید ازتون سوال میپرسم. خیلی ممنون. دستتون خواهش درد میکنم بانونا بابا خیلی ممنون. خواهش میکنم بچه ها منو بوس کنید میخوام برم بخوابم. هیچ موقع این صحنه رو یادم هر جای دنیا هستید این صحنه رو یادم خب بخواب. Chulala mama, chulala papa, chulala, chulala mama, kaka susu papa, chichi mama.